رادیواکتیو رادیواکتیو. سلام به همه شما شنوندگان و همراهان عزیز رادیواکتیو. من هم سلام میکنم خدمت شما و امیدوارم که فرصت همراهی با این برنامه رو هم داشته باشید. من هم امیدوارم که صندوق دلهاتون پر از شادی و آقای محترم، آقای عزیز، صندوق مندوق نکنه، میزنم درب و داغون میکنم هرچی صندوقه ها. چه ربطی داره؟ چرا عصبانی میشی؟ نه، صندوق رأی و اینا رو که میگی من اعصابم مثلا تابل میزنم، من اصلا نمیتونم تحمل کنم. بابا تو هم 0 تا 100 3 ثانیه است. صندوق دلها رو میگم من. نه بگو باغ دلها، نگو صندوق. میگی من روانم مثلا. بله دوستان عزیز، این بار هم موضوعات مختلفی در برنامه داریم و در حوزه‌های مختلف. آقا نگو چی حوزه؟ با اینجا خانواده نشسته، خوب نیستش یا آخه؟ بابا حوزه اصطلاح دیگه میگن، مثلا منظورم پهنه است، منظورم عرصه است. خب همونو بگو. حوزه انتخاباتی باشه من میتر کنم، من میزنم آتیش میزنم ها. بگو پهنه، بگو عرصه. در هر صورت خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهادات و آرای خودتون در رابطه با این برنامه رو آقای محترم رو اعصاب ما تیکاف نکنه. آرا، حوزه، صندوق اینا رو میگی من آتیش میکشم. من اعصاب ندارم. این حرفا رو بزنی کاندید چشماتو تو حوزه انتخاباتی صورتت رد صلاحیت میکنم. نگو کاندید، نگو صندوق، نگو رأی. بابا بذار کلام منعقد بشه. میخواستم بگم رأی ما سرنگونی. اینجوری دوستت دارم، اینجوری میخوامت، اینجوری تا آخر برنامه به پات میسوزم و میسازم. آقا برو بریم. نه مهران خوبی؟ قربون قد بالات. قربونت برم بیبی گل، شما خوبی؟ سلامتی؟ امری داشتی؟ آره بیبی، بیا این 17,000 تومن رو بگیر، برو باهاش پول برق و آب و تلفن رو بده، بقیه‌اش هم به جیبت برو ساندویچ بخور. بیبی با این 17,000 تومن که این کارا رو نمیشه کرد که. با چه حرفا؟ من سال 42 همین خونه رو 17,000 تومن خریدم. سال 50 آقا جونت با همین 17,000 تومن پیکان خرید. سال 60 برای بابات یه موتور خریدیم 17,000 تومن. سال 70 با همین 17,000 تومن یه دوچرخه واسه تو خریدم آخه. ای بابا بیبی کجای کاری؟ الان سال 98 با این 17,000 تومن پشمک حاج عبدالله هم نمیدن. ای خدا نعلت کنه این آخوندا رو. اوضاع داره به سمتی میره که احساس میکنم غیر ماه رمزون بقیه ماها رو هم باید مهمون خدا باشیم. یعنی شرایط با یه شیب نرم از بخور و نمیر داره تبدیل میشه به نخور و بمیر. اشکال نداره بیبی، اشکال نداره. قبضا رو بده، من خودم واریز میکنم. ای خدا خیرت بده بیبی جون. بچه که بودیم از تاریکی میترسیدیم، الان وقتی قبض برق میاد از روشنایی میترسیم. تازه با این وضعیت میگن بیاین رأی هم بدین کله باباتون آخوندای عقب مونده. گفتی عقب مونده؟ بیبی میگن تو ژاپن یه تکنولوژی جدید اومده که این اسکنره که روی صندوقای رأی نصب میکنن، 1 ساعت بعد از رأی گیری نتایج انتخابات رو کامل اعلام میکنه. وا اگه اینطوری باشه که اونا خیلی هم از لحاظ تکنولوژی از آخوندا عقب‌ترن، که اینا یه چیزی دارن به نام شورای نگهبان. این دستگاه رو خود علی گدا نصب میکنه، 6 ماه قبل از انتخابات هم نتایج انتخابات رو اعلام میکنه. بیبی گل این آخوندا دیگه آخر خطن. اون که آره، به قول افسر خانم تو سفره میگفت تو این دم آخری هر کی بره رأی بده حکم اون بیسکویتی رو داره که میزنن تو چایی، همین که میارنش بالا شل میشه میفته رو فرش. دیگه نه کسی نگاش میکنه، نه کسی میخورتش، نه کسی بهش نگاه میکنه. کل زندگیش جزو خوراکی‌های با ارزش بوده و دم آخری تبدیل میشه به یه تیکه آشغال شل بی ارزش احمق بی لیاقت جنس جیگر زده به درد نخور. ننه قربون بیبی برم که آخرت همه معرفت داراست. الهی من دورت بگردم ننه. جار بزنین این ور اون وری بارکلا، جله
جان مهران چیه بابا؟ بابا پاشو یه تکونی به خودت بده. چی کار داری میکنی؟ بابا دارم روزنامه میخونم ببینم برای این رادیو اکتیو چی از توش در میاد. بابا با اونجا نشستن چیزی در نمیاد. بیا یه ورزشی بکن ذهنت باز شه. باشه بابا باشه. ببین چی نوشته. سخنگوی صنعت برق گفته مصرف بیش از اندازه گاز علت قطع برق در استان تهران و استانهای شمالیه. جدی میگی؟ پس بی زحمت آب کمتر مصرف کن که وقت تلفن‌ها قطع نشه تو ترافیک بمونیم. حواست به سماورم باشه جوش نیاد یه وقت اینترنت قطع نشه. حالا این یکی رو ببین. شیخ حسن گفته اگه نرید رأی بدید مثل این میمونه که برای خرید ماشین ثبت نام کنی اما رنگش رو انتخاب نکنی. بابا پراید دیگه. قاتل بلفطره اسقاطی با اون جسم ناقصش، حالا روکش کروم داشته باشه یا سفید یخچالی، جفتش پول و وقتتو میدزده، آخرش هم میکشتت مثل همین آخوندا. حالا محسن اینو ببین. ظریف گفته جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی رو نمیتونیم بخونیم ولی به کشورهای خارجی هم نمیدیم. نامرد مثل خود محقرالله که حرفش اینه که مملکت رو نمیتونیم اداره کنیم اما به مردم ایران هم نمیدیم. اوه یه خبر خارجی. خب بخونیم چی زنگ خطر برای اقتصاد آلمان به صدا در اومد. خب رشد اقتصادی آلمان در مدت مشابه سال قبل 0.4% افزایش داشته. ای بابا گفتی زنگ خطر، ما 7-8% رشد منفی اقتصادی داریم، سود هم نمیزنیم، اینا برای رشدشون زنگ خطر میزنن. قطع کن اون زنگو بابا، مسئولین نظام خوابن. نوشته رئیسی میخواد بانک بدون ربا بزنه که به محرومین کمک کنه. چی شد؟ چی بابا، از رو تردمیل افتادم. رئیسی بانک بدون ربا، لابد اولین مشتریش هم قالیبافه. هر کی هم اعتراض کنه به جرم محاربه با علما میگیرنش میندازنش هلفتونی. دزدای ساده بانک میزنن، دزدای حرفه‌ای مثل این رئیسی بانک تأسیس میکنن. سرهای عبا به دوش کهنه جور و نه نمیخوان رهبر کلاش نمیخوای مجلس اوباش نمیخوای رهبر کلاش نمیخوای مجلس اوباش نمیخوای لعنت به جسم ناقصت گم شو برو با مجلست لعنت به جسم ناقصت گم شو برو با مجلست لعنت به جسم ناقصت گم شو برو با مجلست. آیا در آرزوی داشتن یک ویلا در لواسان هستید؟ آیا دوست دارید فرزندانتان را در سواحل جزایر قناری ببینید؟ آیا دوست دارید که صبح تا ظهر در محل کارتان بخوابید؟ سلفی با موجرینی، گلابی خوری، راهیان کانادا، مسافران آنتالیا، دلشدگان وادی رانت و اختلاس، دلسوختگان 4 سال رشوه مقدس، جهادگران جبهه حقوقهای نجومی، در 11مین مجلس شورای ولایی. برای ثبت نام نه مدرک تحصیلی میخواد، نه علم و تخصص، نه سابقه مدیریت. کافی است پاچه های مقام عظما را بخورید و التزام قلبی و قبلی و عملی و شکمی خود را به مقام عظما ثابت کنید. 11مین مجلس شورای ولایی. خب دوستان عزیز، به بخش مسابقه تلفنی رادیو اکتیو خوش اومدید. شرکت کننده محترمی پشت خط هستن. صدای منو میشنوین؟ سلام، بله بنده شرکت کننده محترم هستم، خیلی خوشحالم. خیلی ممنون که در مسابقه امروز شرکت کردین. سوال امروز ما اینه که احمق ترین موجود زنده دنیا چه موجودیه؟ آقای موجی ببخشید سوال تو خیلی سخته، میشه راهنمایی کنی؟ بله جانم. ببینید این موجود زنده خیلی چاقه، یعنی از یه سنی به بعد دچار اضافه وزن مادام العمر میشه. خب اینی که میگی گردنش هم کلفته؟
بله آفرین، خیلی نزدیک شدین، گردنش خیلی کلفته. خب پس هم احمقه، هم چاقه، هم گردنش کلفته. ببخشید جواب سوال شما آخونده؟ نه آقا، روی آنتن زنده هستیم و این چه جوابی آخه؟ ببین من یه راهنمایی دیگه میکنم. این موجود سرعتش خیلی کمه، یعنی انقدر تنبله که سرعت حرکتش 4 متر در دقیقه است. فهمیدم، معلوم شد دیگه. خب نماینده مجلسه. ای بابا آقا نگو، داره پخش میشه برنامه. بذار راهنمای دیگه بکنم، مطمئنم که حتما جواب درست رو میدی. این موجود زنده جزو خانواده بزرگ پنجگان هست و روزی 15 ساعت کلا مشغول خوابه. اسمش هم تنبله. ببین اسمش تنبله. حالا بگو اسمش چیه؟ گرفتم. متشکرم از راهنمایی تو. خب بزرگ پنجه، تنبل، همش خواب. خب بیشه آخودیه که نماینده مجلسه. این جایزه ما رو بدی لطفا که کار زدگی داری. شنوندگان عزیز، شما لطفاً یک میان برنامه رو گوش بدین تا ما این شرکت کننده محترم رو یه مقداری بیشتر راهنمایی و ارشادش کنیم. آقای شرکت کننده، من دارم میگم اسمش تنبله، یعنی یه جونوریه که اسمش تنبله. خب اونو که فهمیدم، یعنی باید توضیحتون آخودیه که نماینده مجلس شده، قبلا هم تو خبرگاه بوده. آقای محترم جواب سوالتون ناقصه. ناقصه؟ بابا زودتر بیگفتی. تنبله، دزده، بزرگ پنجه است، ناقصه. خب بقا بوز ما خابده ایه دیگه آقا. ای وای ای وای ای وای. روز دوم اسفند روز حماسه است، روز حضور است، روزی است که همه امت قاسم پرور حتی اگر از مقام عظما خوششون نیاید اما به فرمان او لبیک گفته و پای صندوق‌های رأی حاضر می‌شوند. در یکی از خیابان‌های شهر در کنار یکی از هموطنان پرشور هستیم و قصد داریم در رابطه با حماسه حضور صحبت کنیم. دوست عزیز، از حضورتون در روز 2 اسفند بگید. سلام، من به نمایندگی دوستانم در روز 2 اسفند قصد داریم که نگه حماسه، چند تا حماسه رو با هم دیگه رقم بزنیم. احسنت بر شما، احسنت بر شما. خیلی ممنون. یعنی پای صندوق حاضر میشید؟ بله حتما. نه یه صندوق بلکه چند صندوق. احسنت به این روحیه حماسی. انگیزتون از این حضور چه هست؟ والا انگیزه اصلیمون نشاط و سرزندگی و تندرستیه. درود بر شما. این حضور شما چه تأثیری روی دشمن میذاره؟ خب دشمن از مدت‌ها قبل تبلیغ کرده میخواد از آب گلالود ماهی بگیره، ما هم اینجوری میزنیم تو دهنش و بازارش رو کساد میکنیم. بعد شما تو کدوم حوزه حضور پیدا میکنید؟ حوزه متلقو. بعد مسجدش یا پایگاه بسیجش؟ نه، کنار دریاش. مگه اونجا هم حوزه انتخاباتیه؟ حوزه انتخاباتی کیلو چند شل مغز. 2 اسفند میخوایم بریم شمال، صفا سیتی سرندیپیتی. آقا الان شما صحبت صندوق میکردی که؟ صندوق نوشابه رو میگفتم، صندوق میوه رو میگفتم، صندوق عقب ماشین رو میگفتم. من خدمت بابا جان گفتی میخوایم چند تا حماسه رقم بزنیم. آخه شما نمیدونید که وقتی جوجو میخوابونی تو پیاز، بعد فلفل رو میزنی لاش، بعد سیخ میزنی کنار دریا، نسیم شمال، ترانه، آهنگ، رقص، چند تا حماسه با هم دیگه رقم میخوره. آقا مگه شما نگفتی میزنیم تو دهن دشمن که میخواد از آب گلالود ماهی بگیره؟ آره دیگه، این آخون ماخوندا رو داشتم میگفتم دیگه. همه اینا میخوان از آب گلالود ماهی بگیرن، همین خامنه‌ای بی‌ناموس. ولی فقیه منحوس دخیل میبنده بر روز، آخوند دزد و سالوس، شیطون رفته پابوس، آخوند دزد و سالوس، شیطون رفته پابوس. خب رسیدیم به ایستگاه آخر برنامه‌مون و وقت خداحافظی. خب واسه داشت ما همین بغل مغلا پیاده میشیم. چقدر شد؟ قابل شما رو نداره چون شمایی فقط یه لبخند. آقا ارزون حساب کن مشتریشیم. شما لبخند نزدت هم عزیزه، فقط بی زحمت در آروم ببند. بله چشم حتما. یخچالی تیتراژ. رادیو اکتیو، رادیو اکتیو.